سلام، جلسه دوم از آموزش نرم افزار اتوکد 2022 که به بررسی کار کردن با فایل ها و باز کردن و ذخیره کردن اونها و همینطور تنظیم واحدها در نرم افزار اتوکد خواهد پرداخت. خب ابتدا وارد نرم افزار اتوکد میشیم و در این قسمت که صفحه آغازین هست روی گزینه نیو کلیک میکنیم تا یک صفحه جدید در نرم افزار برای ما باز بشه. باز کردن و ذخیره کردن فایل ها در نرم افزار اتوکد. خب روش‌های زیادی برای باز کردن فایل ها در نرم افزار اتوکد وجود داره. اگر فایلی رو از قبل روش کار کردید و اون رو ذخیره کردید، میتونید به روش‌های مختلفی اون رو در نرم افزار اتوکد باز کنید. برای اولین مرحله و اولین روش از باز کردن میتونیم اینجا روی گزینه اوپن کلیک کنیم تا فایل مورد نظر رو آدرس دهی کنیم و اون رو باز کنیم. و یا از این گوشه روی لوگوی اتوکد کلیک میکنیم و در اینجا از لیست پیشنهادی گزینه اوپن رو میتونیم انتخاب کنیم و در اینجا روش‌های مختلف باز کردن وجود داره که اگر یک فایل اتوکد رو قبلا ذخیره کردید میتونید از روی گزینه دراوینگ اون رو بازیابی و آدرس دهی کنید تا در نرم افزار اون رو داشته باشید. همینطور میتونیم از کلیدهای ترکیبی کنترل و او استفاده کنیم از صفحه کلید سیستممون تا به همون مسیر سلکت فایل دسترسی پیدا کنیم. و همینطور در این قسمتی که میتونیم دستورات رو تایپ کنیم روی گزینه تایپ دستور کلیک میکنیم و دستور اوپن رو تایپ میکنیم. نکته‌ای که در باز کردن فایل ها در نرم افزار اتوکد وجود داره این هست که میتونیم یک یا چند فایل رو به صورت همزمان باز کنیم و اصلاحات و ویرایش رو روی هر کدوم از این فایل ها انجام بدیم و یا یک قسمتی از فایل اول رو کپی کنیم و به داخل فایل دوم اون رو انتقال بدیم. برای مثال من اینجا روی گزینه لوگوی اتوکد کلیک میکنم و در قسمت اوپن روی گزینه دراوینگ کلیک میکنم و در اینجا یک فایلی که از قبل ذخیره کردم رو با نام J2 اوپن میکنم. این یک فایلی هست که ما قبلا ایجاد کردیم و به عنوان مثال و نمونه میخوایم در این جلسه در موردش صحبت کنیم. ببینید وقتی که فایل رو باز میکنیم عنوان فایل اینجا نشون داده میشه و آدرسش هم نشون داده میشه که از کجا این فایل باز شده. ولی نکته‌ای که میخوام به اون اشاره کنم این هست که اگر یک تغییری روی این فایل داده بشه، برای مثال یک خطی اینجا اضافه بشه و اینتر رو بزنیم، روی عنوان فایل در این قسمت تب بالایی آورده میشه که نشانه از تغییر یافتن فایل باز شده هست. و اگر بعد از تغییرات کنترل S و یا ذخیره رو بزنیم میبینیم که این علامت ستاره حذف میشه. پس کافیه که روی این علامت دیسکت یا کنترل S کلیک کنیم تا فایل ذخیره بشه و حالا میبینیم که اون علامت استار یا ستاره هم از روی عنوان فایل برداشته شد. حالا که در مورد ذخیره فایل ها صحبت کردیم، باید بدونیم که روش های مختلفی برای ذخیره فایل ها در نرم افزار اتوکد هم وجود داره. یکی از روش ها همونطور که اشاره شد استفاده از این گزینه دیسکت در این قسمت بالا هست که دستور سیو رو ارائه میکنه و همینطور استفاده از لوگوی اتوکد و دستور سیو که اینجا وجود داره. و اگر بخوایم که از کلیدهای ترکیبی استفاده کنیم میتونیم کنترل S رو انتخاب کنیم از صفحه کلید تا ذخیره فایل انجام بشه. همینطور اگر قصد داریم که فایل رو با یک نام دیگه ذخیره کنیم و یا با فرمت های دیگه اون رو ذخیره کنیم میتونیم از دستور سیو از اینجا استفاده کنیم و فرمت های مختلفی رو برای ذخیره فایل با یک قالب دیگه و یک فرمت دیگه انتخاب کنیم. روش دیگه‌ای که وجود داره استفاده از دستور سیو هست در اینجا و این دستور رو میتونیم استفاده کنیم و فایلمون رو در مسیر دلخواه ذخیره کنیم. همینطور میتونیم از دستور QSave هم برای ذخیره کردن فایل استفاده کنیم. اما یک قابلیت دیگه هم در نرم افزار اتوکد وجود داره و اون تنظیم ذخیره خودکار فایل ها در اتوکد هست که برای این کار گزینه آپشنز رو از لوگوی اتوکد و در این قسمت انتخاب میکنیم و در سربرگ Open and Save میتونیم به جزئیات ذخیره فایل ها در این قسمت و جزئیات باز کردن فایل ها در این قسمت دسترسی داشته باشیم. همونطور که میبینید در این قسمت پانل فایل سیفتی پریکاشنز میتونیم تعداد دقایقی که نرم افزار به صورت خودکار اقدام به ذخیره فایل میکنه رو اینجا تنظیم کنیم. برای مثال وقتی عدد 10 اینجا نوشته شده، نرم افزار اتوکد هر 10 دقیقه یک بار
فایل رو به صورت اتوماتیک ذخیره میکنه. پس اینجا میتونیم این مورد رو عوض کنیم و عدد رو کوچکتر یا بزرگتر بسته به دلخواهمون وارد کنیم. حالا اینجا روی گزینه اوکی من کلیک میکنم. دستور تایپی OP و ریکاور رو میخوایم در نرم افزار اتوکد بررسی کنیم. در نرم افزار اتوکد اگر OP رو تایپ کنیم، گزینه آپشنز یا همون پنجره‌ای که دقایق قبل در موردش صحبت کردیم باز میشه. اینتر میزنیم و وارد این پنجره میشیم و به این ترتیب روش سریعتری برای دستیابی به پنجره آپشنز که مرکز کنترل و تنظیمات مختلف در نرم افزار اتوکد هست خواهیم داشت. همینطور دستور ریکاور رو میتونیم تایپ کنیم که این دستور هم برای بازیابی ایرادات و اشکالات موجود در فایل ها میتونه مورد استفاده قرار بگیره. تنظیم واحدها در نرم افزار اتوکد یکی دیگه از قسمت‌هایی که خیلی اهمیت داره در نرم افزار اتوکد و معمولا در ابتدای هر پروژه انجام میشه. تنظیم واحدها هست که برای این کار از دستور یونیت میتونیم استفاده کنیم. یونیت رو اگه تایپ کنیم، یونیت، پنجره دراینگ یونیتس باز میشه که اینجا میتونیم ابعاد و اندازه هایی که در واقع واحدهای ابعاد و اندازه های نرم افزار اتوکد رو تنظیم کنیم که در این قسمت بر حسب اینچ هست به صورت پیش‌فرض و ما میتونیم بر حسب متر، کیلومتر، سانتی متر، میلیمتر و واحدهای دیگه انتخابمون رو انجام بدیم و یک واحد اندازه‌گذاری آغازین برای ترسیماتمون داشته باشیم. در این قسمت بالا هم میتونیم تعداد اعشارهای مختلف رو در نظر بگیریم و در اینجا مثلا تعداد اعشار یک رقم اعشار یا بدون رقم اعشار رو برای اندازه‌گذاری هامون در نظر بگیریم و همینطور تنظیمات مربوط به واحد زاویه و دقت‌های اون و همینطور ساعتگرد بودن و پاد ساعتگرد بودن اون رو هم در نظر بگیریم و روی گزینه اوکی کلیک کنیم. نکته دیگه‌ای که میشه به اون اشاره کرد این هست که واحدها رو در این قسمت هم میتونیم پانلش رو فعال کنیم و با زدن تیک گزینه یونیتس میتونیم اینجا واحدها رو در نظر بگیریم و واحدها رو به صورت آرکیتکچرال، دسیمال، انجینیرینگ و روش‌های مختلفی که وجود داره انتخاب کنیم. دستور پن در نرم افزار اتوکد. برای استفاده از دستور پن کافیه که حرف P رو تایپ کنیم و می‌بینید که در لیست پیشنهادی اولین دستور پن هست که علامت یک دست نشون دهنده این دستور است. حالا اگه اینتر رو بزنیم شکل موس هم دقیقاً به همین علامت در میاد و با نگه داشتن چپ کلیک میتونیم فایل رو جابجا کنیم یا دستور موو رو در واقع به سرعت اجرا کنیم. حالا اگه زوم هم کنیم میبینیم که میتونیم از این دستور استفاده کنیم و به قسمت‌های مختلف پلانی که ترسیم داریم میکنیم و یا نقشه‌ای که داریم با اون کار میکنیم دید بهتری داشته باشیم. برای خارج شدن از این دستور هم کافیه که کلید اسکیپ رو از صفحه کلید بزنیم تا نمایشگر موس به صورت حالت صلیب و به صورت بای دیفالت نرم افزار در بیاد. دقت کنید که نگه داشتن کلید اسکرول موس هم دقیقاً به صورت لحظه‌ای به صورت همین دستور پن عمل میکنه. به عنوان یک نکته دیگه میتونیم به این موضوع اشاره کنیم که وقتی یک دستوری رو تایپ میکنیم، برای مثال همین دستور پن رو تایپ میکنیم، با نگه داشتن موس روی این دستور یک سری راهنمایی ها در مورد دستور آورده میشه که میتونیم اون رو چک کنیم و همینطور کلید F1 رو از صفحه کلید سیستممون بزنیم تا به توضیحات بیشتری از هلپ نرم افزار در مورد دستورهای مختلف دسترسی داشته باشیم و همینطور میتونیم به این موضوع اشاره کنیم که وقتی دستوری مثل دستور پن رو یا هر دستور دیگر رو انتخاب میکنیم، در این قسمت کامند یک سری توضیحات در مورد اون دستور آورده میشه. برای مثال اینجا نوشته شده که اگر اسکیپ یا اینتر رو بزنید از دستور خارج میشید و یا اگر راست کلیک کنید میتونید که در واقع شورتکات منیو رو ملاحظه کنید. فراخوانی آخرین دستورات در نرم افزار اتوکد. در صورتی که در نرم افزار اتوکد مشغول در واقع ترسیم باشیم و بخوایم که آخرین دستوری که اجرا کردیم رو ملاحظه کنیم، کافیه که کلید اینتر رو از صفحه کلید بزنیم تا آخرین دستوری که اجرا کردیم برای ما نشون داده بشه. می‌بینید که چون آخرین دستور ما انتخاب دستور پن بوده، اگه اینتر رو بزنیم همون دستور پن مجددا انتخاب میشه و میتونیم اون رو
استفاده کنیم. این حالت برای ترسیماتی که نیاز به زمان کمتری داریم و میخوایم که در زمان کمتری ترسیماتمون رو انجام بدیم خیلی میتونه برای ما مفید باشه. همینطور با راست کلیک کردن در حالت عادی در صفحه نرم افزار اتوکد میتونیم به لیستی از آخرین دستورات ایجاد شده دسترسی داشته باشیم. دستور -5 یا -5 رو اینجا میتونیم با هم دیگه بررسی کنیم. این دستور برای ایجاد مسیر جهت پن کردن و یا موو کردن استفاده میشه. کافیه که علامت خط تیره و دستور پن رو تایپ کنیم و اینتر بزنیم تا یک مسیری برای پن کردن یا موو کردن ترسیماتمون داشته باشیم. برای مثال از اینجا تا اینجا و اینتر میزنیم. مجددا دستور برای ما فراخوانی میشه و این مسیر رو تکرار میکنیم. استفاده از دستور پن در هنگام استفاده از دستورات ترسیمی دیگر هم قابل انجام هست. برای مثال وقتی یک دایره ترسیم میکنیم اگر فضا محدود باشه میتونیم با پن فضا رو جابجا کنیم و در ادامه ترسیممون رو انجام بدیم. حالا برای مثال من اینجا دستور دایره رو انتخاب میکنم و شعاعش رو مثلا یک نقطه‌ای انتخاب میکنیم و در اینجا دقت کنید که میتونیم دستور پن رو هم انجام بدیم. جابجایی ها رو انجام بدیم و مجددا دستور ترسیم دایره رو ادامه بدیم. به این ترتیب. اما نوع دیگه ای از دستور پن هم هست که در نرم افزار اتوکد قابل استفاده هست. برای این کار دستور آپشنز رو با وارد کردن OP فعال میکنیم، اینتر میزنیم و به این پنجره وارد میشیم. در سربرگ دیسپلی اگر تیک گزینه دیسپلی اسکرول بارز این دراینگ ویندو رو بزنیم و روی گزینه اوکی کلیک کنیم میبینیم که در اینجا یک نوارهایی اضافه میشه که میتونیم با تکون دادن اونها در واقع جابجایی رو در ترسیماتمون انجام بدیم. و این هم به نوعی یکی از روش‌های استفاده از دستور پن در نرم افزار اتوکد هست. اما میرسیم به دستور زوم، یکی از پرکاربردترین دستورها در نرم افزار اتوکد. برای استفاده از دستور زوم میتونیم حرف Z رو تایپ کنیم در نرم افزار و میبینیم که اولین دستور زوم هست که با زدن کلید اینتر میتونیم به روش‌های مختلف از دستور زوم استفاده کنیم. نکته‌ای که در اینجا وجود داره این هست که وقتی ما بعضی از دستورات رو انتخاب میکنیم مثل همین دستور زوم، زیر دستوراتی در قسمت جلویی دستور نشون داده میشه که میتونیم از اونها هم استفاده کنیم. و اگه دقت کنید اولین حرف و یا یکی از حرفای زیر دستورها به رنگ آبی نشون داده شده که این باعث میشه که با زدن اون حرفها از صفحه کلید و زدن کلید اینتر اون زیر دستورها رو به سرعت انتخاب کنیم. برای مثال در اینجا وقتی دستور زوم رو انتخاب میکنیم میتونیم از زیر دستورهای آل، سنتر، داینامیک، اکستنت، پریویس، اسکیل، ویندو و همینطور آبجکت استفاده کنیم که حالا هر کدوم از اینها برای زوم کردن روی قسمت خاصی از صفحه نمایش در نرم افزار اتوکد کاربرد داره. برای مثال اگر گزینه آل رو انتخاب کنیم و مثلا در این حالت زوم قرار داشته باشیم و گزینه آل رو انتخاب کنیم همه مواردی که در صفحه نمایش ترسیم کردیم نمایش داده میشن. حالا اگر مجددا دستور زوم رو انتخاب کنیم و این بار گزینه سنتر رو انتخاب کنیم میبینیم که برای دستور زوم ابتدا نرم افزار از ما میخواد که یک سنتر پوینت رو تعریف کنیم. برای مثال من این قسمت رو به عنوان سنتر پوینت انتخاب میکنم و حالا مگنیفیکیشن و یا هایت رو وارد میکنم که برای مثال اون رو برابر با 20 وارد میکنم. میبینید که به این اندازه زوم در واقع نشون داده میشه. همینطور با تکرار دستور زوم مثلا گزینه داینامیک رو اگر انتخاب کنیم میتونیم مثلا به این صورت به حالت پویا دستور زوم رو انجام بدیم و بعد از انتخاب اون قسمت نهایی روی کلید اینتر کلیک کنیم تا زوم در اون ناحیه که مد نظرمون هست انجام بشه. همینطور گزینه‌های دیگه‌ای در دستور زوم وجود دارن. برای مثال پریویس رو اگر انتخاب کنیم حالت قبلی زوم رو انتخاب میکنه و اسکیل رو اگر انتخاب کنیم برای مثال اینجا میپرسه که چند برابر زوم بشه. مثلا اگر من عدد نیم رو وارد کنم
میبینیم که زوم کمتر میشه و اگر تکرار کنیم اسکیل رو با عدد 2 میبینیم که به همون زوم قبلی برمیگردیم. دستور زوم رو این بار با زیر دستور ویندو تکرار میکنیم و میبینیم که میتونیم با ترسیم یک پنجره قسمت خاصی از یک پلان رو روش زوم کنیم. همینطور زوم رو میتونیم با استفاده از یک آبجکت انجام بدیم. کافیه که کلید او رو تایپ کنیم این بار و مثلا این آبجکت رو انتخاب کنیم، اینتر بزنیم، میبینیم که زوم دقیقاً با اندازه همون آبجکت برای ما انجام میشه. و در نهایت دقت کنید که بهترین حالت برای زوم کردن استفاده از اسکرول موسه، چون به سرعت میتونیم اون ناحیه هایی که مد نظرمون هست رو روش زوم کنیم و در واقع عملیاتی که مد نظرمون هست رو اونجا انجام بدیم.